فابریکه قند بغلان به تولیدات سالانه اش آغاز کرد. این فابریکه همه ساله در چنین موقعی که فصل جمع‌آوری حاصلات لبلبو می باشد آغاز به کار می کند. گوهرخان بابوری ولسوالی بغلان مرکزی می گوید امسال بیش از 3630 تن لبلبو جمع‌آوری شده و از آن 6500 بوری شکر 7 کیلویی به دست خواهد آمد. حدود 6 ماه 5 ماه تولید داشت فابریکه، چون آل مواد خام از کم است. در حدود 20 روز الا یک ماه تولید می داشته و بعد از او نظر به نبودن لبلبو فابریکه استاد می باشه. ولسوالی بغلان مرکزی روز شنبه حین افتتاح این فابریکه گفت تولیدات فابریکه قند بغلان بعد از تجاوز شوروی وقت بر افغانستان با آغاز جنگ و بحران در این کشور تا حد زیادی کاهش یافت، ولی حالا تلاش ها بر آن است تا دوباره تولیدات آن را به حالت اولیش برگردانند. و غلام سخی سرپرست فابریکه قند بغلان نیز میگوید تلاش و امیدواری های زیادی وجود دارد که این فابریکه سال به سال وضعیت بهتری پیدا کند. حالا ما میخوایم کردیم که این مردم پس به لبلبو تشویق کردیم، این همه ساله این تشویق چیز مردم زیاد شده میره. از سال 85 که لبلبو آلمان ها اینجا که آمده بودن تا حالی که ما کمپین سالانه مردم بسیار به کشت لبلبو رو آوردن که تشویق شدن که لبلبو ضرر کنه. او خواهان توجه جدی دولت در رشد این فابریکه می باشد و می گوید اگر دولت در اعطای کمک های مناسب زراعتی به دهاقین لبلبو کار توجه لازم بکند، فابریکه با افزایش کشت لبلبو دوباره می تواند سر پایش بایستد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.